سینماتیکه دیگه به حق و آرگیر از همه جا باز شد. آها حقت شد. چه صافت چی آیدت میشه از کیر شدن من ها؟ راست شده هیچ راست چی گفتم؟ کسکش مادر جنی فهمم امروز شیک نمیاد بالا ای وای تو رو میبینم من وقتی بعد مدت ها خانومم خانم بودی تو همیشه چای همون ولی کیکمون چی شد؟ بله بله خیلی متشکرم. از اون لیوان دیگه نداشتیم که سفارشیم آخریش بود بخوایم اینو عوض کنم واسه اگه میشه آره هر کار رو عوض کنیم ببخشید شرمنده کیفتون رو میارم میخوام با چای خالی بخوریم مامان همیزاشم بریزیم ببریم اینا هم بذاریم تو چای آقای داشت میمد داشت میگرفتیم منگولیا خوشگله خب اگه من بگم منو گفت من درسته دیاره دی مریضشون میخوام بگیستم گفته بمیزم برای گوال نه کلوس نداری؟ نه دارچین بیشتر دوست دارم اوتو مرسی خیلی ممنون اینو باید بزنم بله خیلی ممنون خوشوق نیمون خوشوق چنگال هست شون به چنگال خوب میخوری قاشق خیلی بهتره خب میگیم قاشق بیار سکون باشه اول عکس بگیریم آقای چی آقای باقری با هم دیگه عکس بگیریم 3 2 1 دلاوران نامآوران بخواش بگرنگه حمله کنی خب بزن نه اصلا پس بزن دیگه ولش کن بزن چجوری بزنم بزن بس الان میخوام فک بزنم ای کسی اخیلی من ایدازه کچولو بزن ناز وای مادرم آشقاش کرد ساسقشو میگه کنی ندارم مزاحمت ایجاد نکن خوردنیه؟ نه بابا مطمئنی؟ این خوردنیه؟ شکلاتی دیگه نه این فوندانه من میخورم من فوندان نیستم آشقاش خور چجوری بزنیم به هم؟ من نمیفهم بزن 1 2 3 وای دستم رفتی خانم بزن به هم به سلامتی عشقم نخور exactly آفرین وای نه مثلا میبینی موزه گرده توش نه هم نرس میگه نه ای بایی من دارم میرزم من بخش خیلی خوشو دارم میرزم سری سیر نشی من میرکم من قریم میزم
میترسم من با این همه درد به تنهام بذاری میترسم سیر نشی هم میبریم بسیم از این جهاشون نمیزدیم نه بکنم فاهم ازم خب خب ما 4 نفریم فعلا 4 نفریم هنوز مهمونامون نیومدن بیایم شاید میکنم وقتی دارم از اینجوری موجودیت میکشم بزن سلام نمیخوام همه پشت هم بخوری که دست برمان میکشم وقتی چای نداریم جدی ای چای رو میدونی چه عرف داده بودیم رو دو هی شارژ میکردیم دو مویسه که فلاکس در میاری یه با بفرمی یادرانی دارمی نگاه میکردیم نه زیره نیست میگه میخوایم لیپسینگ بریم خانم سزاوار صدا هستن من تصویر خب بیا تو صدا باش ببینیم چی کار میکنی نه اول تو بیا خب توپالی شیطون بلا با مزه با ناغلا توپالی چقدر گوگلیک یا خودت نمره لیپسی تو هیچ کسی نیستی خب در روزگارانی دور از سرزمینی به نام افغانستان تو نرچت بلند کردم به خدا سزاواری توپولو خب رو گذاشته بودند دم مسجد شبنم خانم آمد شبنم خانم خب بقیه چه بهتر شبنم خانم آمد سزاوار توپولو رو دید دلش سوخت ناگهان نگاه کرد اوی یواشتر بگو خب چه کودک ازی بیا چه کودک زیبایی توپولو و سفید است او را به خانه ببریم کودک رو بغل کرد خدا لعنتتون کودک رو بغل کرد افغان کودک ممه رو در دست کرد کودک چی همش حسن یرکاری زن خوبه هم خب نه آقا اون که بازیه خب بیا تو بیا یه بار بیا جدی تو ببینیم تو چیکار می‌کنی صدا من تصویر رو برم حالا این قسمت تصویر منم صدا خانم سزاوار بریم آی هاجر من چه صدا
خب آقا مجتبی فردا داره درس میخونه. صدای پرنو کم کن. چرا میاد تو دسته خب لبدهنی من یه بار آقا مجتبی صدای گوشی تو کم کن. فردا داره درس میخونه. پرنو تو کم کن. پدر سوخته. بچه داره درس میخونه. یه تو فیلم پرن گذاشت. آقا مجتبی دیگه تو اتاق نیا. بخاطر مامانت باباتو بیرون میاد.